سایکو خرگوشه زردک میخوره، صبح است وقت خوردنیشان است. بعدشان باز اینجا آمده یک جا دیگه جای میگرده. این سایکو بخیر دیده میتونی زیادترشان اونجا یک جا شسته میخواه که اینجا یک چیز بخوره. ما گفتیم بیا که به شما این چیزا رو نشان بدم. این سایکو دیده میتونی. خب باز نگه ببینید ما که به خاطر ما اینجا نامدی. این سایکو خرگوش ها رو ببین. این سایکو بخیر چه مقبول چه شیرین است. این سایکو بخیر خب ببین خرگوش ها رو چه خوب چی میکنه، یک طرف دیگه طرف میدوه. این بخیر ببین خرگوش ها رو ببین. ما به خاطر دیدن خرگوش اینجا آمدیم. آیا خودت هم کدام روز با بقیه‌اش آمدی؟ اگه آمده باشی اینجا خرگوش ها رو دیدی؟ آیا خرگوش ها رو در خانه کدام وقت نگاه کردی؟ اگر در خانه زیاد جای داری 100% را نگاه کن، چون این خرگوش است مردمی را زیاد خوش دارم. ما هم دوست دارم، خودت هم دوست داری؟ نه سایکا بخیر دیده میتانی خرگوش ها هست چیکار زیاد است. نه بخیر ببین. نه سایکا بخیر خرگوش ها را ببین، بار بار ببین. نه بخیر ما خیلی نمی را زیاد دوست دارم. آیا خودت هم ای را دوست داری؟ اگه دوست داری پس بر ما بگو. این سایکو طرف ما میبینه که اینجا این نفر از ما چرا ویدیو میگیره. ما شما را دوست دارم، بیننده ما هم شما را دوست داره. بیننده ما میخواه که خرگوش ها را ببینه، چون مردم خرگوش را زیاد ندیده. به خاطر که مردم مصروف کارهای خود میباشه، به خاطر خرگوش ها را زیاد ندیده. به خاطر ما میخواهیم که بیننده ما سایکو ما شما را پسر گفتیم اینجا تک انداخته. سایکو حالی پالک هم من داده. این سایکو اینمی کاکایی آورده حالی پالک هم من داده بخیر. این بخیر تشکر از اینمی کاکا جان که خاطر اینمی خرگوش های اینمی کارا را انجام میده. این خدای را اجر بده انشاءالله. خداوند خواه اینمی اجر میده بخیر. این سایکو زردک پالاک اینمی چیزا میخوره. سایکو دیده میتونی این سایکو میبینی چیکار زود پس رفت دو طرف میره بخیر. به خاطر که اینمی چیزا رو دوست داره. نه سایکو بخیر ما هم اینمی رو دوست دارم. آیا خودت هم دوست داری؟ نه سایکو بخیر خرگوش ها رو ببین، بار بار ببین. ما خرگوش ها رو دوست دارم. آیا خودت هم خرگوش دوست داری؟ آها بشک بشک خوب است که خودت هم خرگوش ها رو دوست داری، چون ما میخواهیم که بیننده ما باید خرگوش ها رو ببین. سایکو بازشان یک طرف دیگه طرف میدوه، بازشان خوراک میکنه. اون میگه گشنه است خوراک میکنه، اون میگه گشنه نیست، بس یک طرف دیگه طرف چکر میزنه. میگه بیا از اون زیاد آورده ما بس پسند میخورم. چون یگان ما شما هم که در خانه میباشیم سیر میباشیم، بعد ما شما میگم که اهل دل من نمیشه که نان بخوریم بس پسند میخورم. نه اینجا خرگوشه هم نمیره میگه